حاضرین گرامی، اجازت فرمایید چهارمین ورزش را بخشیده به یادبودی نامزد به استاد ورزش اوید به گوشتین طرز آزاد عظیم شوکت جان علیدادویچ شده اعلان نمایید. درباره شوکت جان شهر آلشک چند سخنتون میگم، بعد سخن میدیم و بعد بودم که در نوبت هست. عظیم شوکت علیدادویچ نامزد به استاد ورزشی اوید به گوشتین طرز آزاد عظیم شوکت علیدادویچ 23 آگوست سال 1989 در دیهای 15 جماعت دیهاتی 15 در عائله خدمتچی تولد شد. تا سن 7 سالگی در تربیت والدین بوده. از 1 سپتامبر سال 1996 به صنف یکم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دیه مذکور فرا گرفته شد. سال 2007 مؤسسه مذکور را ختم نمود. در دوام مکتبخانه‌اش ورزش شوق و رغبت زیاد داشت و دائم از نام مؤسسه در نمودهای گوناگون بازی‌های ورزشی اشتراک می‌ورزید. شوکت جان بخصوص در دسته والیبال بازان مؤسسه شامل بوده. در مسابقه‌های منطقوی نایوی چند مرتبه جای اول را اشغال نمود. او همچون بازیگر بهترین قدردانی شده است. از 1 سپتامبر سال 2004 به مکتب ورزشی شامل شده در دسته گوشتین طرز آزاد نیز برآمد میکرد. شوکت با عمکش سردار اقبال استاد ورزش و مربی و تمرین فرا گرفته شده یکی از شاگردان بهترین در سطح جماعتی نایوی برآمد نموده صاحب جایهای نمایان گردیده با افتخارنامه و رحمتنامه مکافات و قدردانی گردیده است. شادروان در تاریخ 3 تا 5 می سال 2007 در دسته مکتب ورزشی در بازی بین دسته‌های مکتب‌های ورزشی نوع اشکاشی اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیده است. سال 2009 با صرف خدمتچیان حربی وزارت کارهای داخل شامل شده در بین خدمتانش همکارانش همچون ورزشکار حربی شناخته شد. صاحب جایهای نمایان گشت. 21 فوریه سال 2009 در مسابقه بین خدمتچیان حربی قسم‌های حربی وزارت کارهای داخلی از نمود گوشتین طرز آزاد و مناسبت روز ارتش ملی شرکت نموده سزاوار جای اول گردیده با افتخارنامه قدردانی گردیده است. 23 مارس سال 2009 در مسابقه بین خدمتچیان حربی بخشیده به عید نوروز شرکت نموده صاحب جای اول گردید. سال 2011 خدمت حربی را با سر بلند ادا نموده بعد ادای خدمت حربی به دیه برگشت. دائم در مسابقه ورزشی سطح جماعتی نایوی اشتراک میکرد. جوانان دیگر را نیز در اطراف خود جمع نموده به ورزش تشویق میکرد. از ماه ایون سال 2013 به مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه رفته در آنجا نیز از ورزش دور نمانده بود. دائم تمرین میکرد. در مسابقه های اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال میکرد. شادروان برای موفقیت‌های ورزشش از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دفتر قید درجه یکم ورزش نامزد به استاد ورزش و استاد ورزش درجه بین المللی جمهوری تاجیکستان قدردانی گردیده است. صد افسوس که شادروان را 24 دکمبر سال 2020 مرگ نابهنگام از بین ما از عالم ابدی برد. خاطره های نیک شادروان شوکت جان در قلب ما دوستان و نزدیکان همیشه خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال خواهان آنیم که رخش شاد و جاهش جنت باد. یادت بخیر شوکت جانی عزیز. السلام علیکم حاضرین گرامی.
جوانان ورزشکاران همه شمایان را به این جمع آمد به دیه 12 خیر مقدم گفته برای همه شمایان من برای کار و موفقیت خواهانم. بعداً چخیل شما باید فعالیتش شادروان عظیم و شفقتجان رو برای شما گفتن و خاطر یادگیری ما گردم جمع آمده ایم. امروز همه حاضرینی که در اینجا برای چاره‌بینی آمدند، همه مهمانان، همه شخصانی که امروز عید مولا را پیشواز میگیرند، به همین همه شما را تبریک میکنم از صمیم قلب. برگزاری چاره‌بینی هم به همین خاطر شد که در همین عید مولا همین چاره‌بینی گذرانده شد به خاطری که به خاطر مولا، به خاطر شخصانی که قدر اونا را ما پاس میدانیم، به همین خاطر ما چاره‌بینی را تشکیل کردیم. این روز عید مولا است، یک چیز را فراموش نکنید که در هر کار گذشت کردن در کار، به این خاطر ما همین چاره‌بینی را تشکیل کردیم. برای جوانانی که امروز بازی والیبال پیش میبرند، بردباری اول تنیسیت، بردباری تمنا دارم، مرحمت میدان از دلیر است. سلامت باشید برای دعوت و برای اشتراکتان در چاره‌بینی. سلامت باشید.
Aziz молодец, Остатаров. Gandan ekiki. Kıskısarlı.
دیوتی خوزده حساب کردیم جای اکرم نصیبی دسته کویلا که با سرداری از جون کپیتانی کمانده یک جون برای استفاده کافاتو برای جای دیم سخن و سردار بکبر جای دوم نصیب کمانده خوزده در مدت 2 روز با فینال بر آمدن جای دوم نصیب اینا گردید. جایزه با مبلغ 300 سومانه برای جای دوم. مدالا را ایومبک مدالا را دادم بگیرید. خرسک شد بچه ها خرسک شد لیکن دسته کولر یکی از بهترین دسته ها در غارون حتی از بیرون از غارون هم دید از دست اشتراک کرده بودن. آفرین ما به اینا اصلا میگیم بهترین کمانده کولر دونسته شد در مدت 2 روز و جای اکرم گرفت در بازی نیایی بهترین بیارو جو چی نفیر بامون بازیگر بهترین پهلوان نظام برنامه کارنامه را بکنید. ابراهیم حسن مارانبکوش بازیگر بهترین از کمانده کولر. آفرین.
پایینشی بودیم مبلغ 450 سومانی با جای یکم مرحمت کپتان دسته مرحمت کسا بگیرید ببرید بسپرید مرحمت منه علیداد عظیم